نفسم تنگ میشد. بعد از این وقتی که بیامدیم اینجا آمدیم دکتر صاحب که معاینه کرد آزمایش ها رو بگرفتم، گفتم شما از گردا کمکاره. یعنی ما که نمیفهمیدیم که انرژی در باعث از این کار برای ما میشه، اگه میفهمیدیم که نمیخوردیم. ما تقریبا روز 3 دانه میشد انرژی، 4 دانه میشد، 3 دانه میشد انرژی میخوردیم. یعنی بعد خونه که به در میشدیم، با خونه هم بودک، به دکان ها بازار هم بود، هم از دکان ها میستندیم، هم از خونه مصرف میکردیم. یعنی همین انرژی دیگه به حساب همین درد ما که دکتر صاحبا گفت از این انرژیه، گفت از این انرژیه. به پاکستان هم گفت که شما انرژی زیاد خوردیم، شما انرژی زیاد خوردیم، مشخصات شما از این انرژی شده.